ما بسیار همسایه های خوب داریم. پگاه روزی به مکتب می روی در کوچه شیشتگی، از مکتب بر می گردی شیشتگی، بگاه به کوچه می بروی باز شیشتگی. از تمام نویگری های کوچه من خبر دارند. میگویی که اگنت سرو باشند. یک روز به پیش خانه برآمدم که مامه سفرگل و مامگل صحبت دارند. بید به شما صحبتشون رو نقل کنم با نکفم. مامه سفرگل: بچه خلیلش شنیدی؟ در بازار عربه کشی و دزدی میکرده است. شنیدم، لیکن چرا میلیسا یگان چاره نمیدیده باشند؟ ای چوبه چاره نمیدیدن وظیفه شونه هر بگه جمع کردگی شونه تقسیم میکنند. آتش برین تو صنف سه را خونده ده، لیکن ماشین و کروفری آتش بین با خانه سه اتاژه ساخته. خیرت تو صنف 11 را نخونده، اگر نه 11 اتاژه می ساخت. راست میگوی دیگونه، همه دختری منه دانشکده را با بهای اعلی تمام کرده، در خانه شیشته، دست خطاش موشها خواندستن و کلموشها باشند دکترز که حمایه دارند. چی؟ دختر تشوش نمیمان کار کنه؟ چی؟ دختر چوخه؟ نه، شوش گفته که در خونه شین کودکا را نگاه و بین کن. خدا به شکر نبیره هایم دانشکده را ختم کردند، حالا باشد صاحبی کسب و ما هم کمکشان میرسد. بسیار خوب، نمیخواندگی ها خودشون خورانده نمیتوانند، به والدینشون چه کمک میرسانده باشند؟ بهترش خوانند و صاحب معلومات شوند. درست. حد گونه افزایت بیجا. از تو این نبیرم 3 ماه گذشت و تا حال به خود نآمدم. چخیل پیش از تو یک گله چیز چوره روی کردیم، روزی توی روی کردیم، زاد روزشته بر، تلبونشته بر، پدر تلبون، مادر تلبون، بابا تلبون و مامو تلبونشته بر. گشته مایده چویده بازی کرده، یک باره اولاد تلبان کنید و خلاص شوید. راست میگویی دیگونه؟ خیلی دیگونه راستش گوی. در تلبان چی دادید؟ دیویدی، تلویزور، قالین با قالین بچه هایش، دیویدی، تلویزور، سپایل گارنیتور، دویکه ترویکه چیتویارکه هم بردیم. لباس بردید؟ نپرس، زنکش ده از ناخون پا تا موی سرشون تیلا کردیم. مردکش ده پیتیارکه و شیستیارکه خریدیم. عجیبش این که مامکلانش گفته است من ناراضی. از چی؟ من ده سپایل گارنیتور نآوردید. نگفتید که کم ترک دیگر طاقت کن، نوبتت که رسد سپایل گارنیتوری نوی یک آدمه برآمدگی خوابانده تا جای درکاری را برده میرسونیم.
ببین جون داماده تخم جوشان گوش جوشان شیر برنج و سمبوسه خوران کردن در کار بوده است. یک باره زهر خوران کنید و خلاص شوید. راست میگوی دیگانه دخترم ایقرس خلاص میشید. در محله من تنظیم رعایت نمیکنن. ای کجا خودت میدونی کو کمیسه تنظیم محلی آشا میخره و میروه. اگر صاحب معلومات باشیم و تنظیم را رعایت کنیم هیچ خیل قرضدار نمیشویم، چون که تنظیم به منفعت ما و شماست. سلامت باشید.